درود خدمت یکایک شما همراهان گرامی، امیدوارم که هر کجا هستین عالی باشین. ما در این ویدیو قراره یک سایت به شما معرفی کنیم که بتونید تمام معاملات خودتون رو در این سایت ژورنال کنید و به صورت کاملا رایگان از این سایت استفاده کنید. اولین چیزی که ما نیاز داریم برای ورود به سایت تلو میریم و یک جیمیلی که ما داریم لاگین میکنیم و یک صفحه برای ما باز میشه. در این قسمت که صفحه برای ما باز شد، در این قسمت بالا کرییت رو که بزنیم، کرییت بورد، صفحه‌ای که ما مد نظرمونه که برای شخصی سازی کنیم، اینجا میتونیم تم صفحه شخصی خودمون رو اضافه کنیم و یک نام برای صفحه خودمون ما انتخاب کنیم. مثلا ما اینجا استراتژی میزنیم یا ژورنال معاملاتی میزنیم. در این قسمت خصوصی بودنش رو انتخاب میکنیم و کرییت رو میزنیم که صفحه برای ما باز میشه. 3 تا کادر اولی که هست ما نیاز به این 3 تا کادر نداریم و اینجا قسمت عدد لیست رو که بزنیم، اینجا از ما میخواد یک نام انتخاب کنیم که ما در واقع اینجا ما میتونیم نوع استراتژی رو مشخص کنیم. نوع استراتژی که ما باش کار میکنیم و میتونیم اینجا اضافه کنیم و عدد لیست که بزنیم یک کادر دیگه برای ما باز میشه که ما اینجا میتونیم نقطه ورود رو اضافه کنیم. دوباره عدد لیست رو که بزنیم کادر بعدی ما میتونیم نقطه خروج رو اضافه کنیم و به همین منوال تمام نکاتی که یک ژورنال نیاز داره میتونیم به این صفحه اضافه کنیم. مثلا نماد معاملاتی و احساسات قبل از معامله، احساسات بعد از معامله. به خاطری که ویدیو زیاد طولانی نشه ما همین مقدار رو توضیح میدیم. شما میتونید به این شرایط به این صورت ژورنال خودتون رو تکمیل کنید و استفاده کنید. قسمت اول نوع استراتژی، اینجا عدد کارت رو که بزنیم، در واقع نوع استراتژی بستگی به هر شخص متفاوت است. مثلا استراتژی که داریم شکست خط روند، برگشت به بریک ایون یا هر استراتژی که شما کار میکنید میتونید اینجا داشته باشیم. به عنوان مثلا در این معامله من با شکست از ترن لاین من ورود به معامله میکنم و برگشت به بریک ایون. شکست شدن خط روند به عنوان مثلا نوع یک استراتژی هست. اینجا نقطه ورود رو ما اضافه میکنیم، نقطه‌ای که ازش خروج زدیم و ما اضافه میکنیم، بعد نماد معاملاتی ما اینجا اضافه میکنیم که بعد هر چیزی که در ادامه ما نیاز داریم برای مکتوب کردن ما به این کاد اضافه میکنیم. برای معامله بعدی ما دوباره میایم برای شروع یک روند و یک معامله دیگه که مکتوب کنیم دوباره عدد کارت رو میزنیم و نوع استراتژی، نقطه ورود، نقطه خروج و اینا به صورت خط بعد مثلا وارد میشه که میتونیم معاملات خودمون رو رصد کنیم و ایراد و نقطه قوت معاملات خودمون رو بسنجیم و معاملات خودمون رو بهینه کنیم. ممنون تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و ممنون میشم ما رو به دیگران معرفی کنیم و برای دیگران بفرستین که از این سایت کاملا رایگان بتونن استفاده کنن و روزهای خوب و شبهای آرومی رو برای شما آرزو میکنم.